پایگاه 201 روسیه در سال جاری برای ارتش تاجیکستان بیش از 1000 متخصص نظامی و فنی آماده کرده است. آماده سازی کادرهای نظامی در این پایگاه نظامی در اول ماه ایون از روی اختصاصهای راننده تانک T-72 و ماشین جنگی BMP-2، راننده ماشین زره‌پوش BTR-80، کماندیران و اپراتوران سیستم آتشفشانی گراد، разведкачиҳо و غیره شروع شده بود. دوره‌های آموزشی و مشق‌های جنگی با استفاده از توپ و تانک در میدان‌های جنگی یا پلیگان‌های لاهور و سنبله انجام شده است. پس از سپردن امتحانات به نظامیان تاجیک، رتبه متخصص خرد از روی اختصاص‌های آموزش دیده داده شد. بر اساس سازشنامه تاجیکستان و روسیه در مورد حضور نظامیان روس در حدود تاجیکستان شروع از سال 2015 برای نظامیان تاجیک دوره‌های کوتاه مدتی نظامی برگزار می‌شود. پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان بزرگترین پایگاه نظامی این کشور در جهان بوده و در شهرهای دوشنبه و باختر جای گرفته است. طبق سازشنامه روسیه و تاجیکستان تا سال 2042 باقی خواهد ماند.